قلت ثم ایو، گفتند عبدالله ابن مسعود سوال کردند سپس کدام عمل است؟ بهترین عمل بعد نماز با کدام عمل است؟ گفتند که بر الوالدین، نیکی کردن به پدر و مادر. و اینجا نیکی کردن به پدر و مادر رو همسایه نماز آوردن، یعنی بعد نماز. برای اینکه نماز این حق الله تعالی هست. اقیم الصلاة لذکری، نماز رو برپا دار برای یاد آوردن من. این حق الله تعالی هست نماز. و بر الوالدین، نیکی کردن به پدر و مادر، این حق مخلوق هست. در بین مخلوق ها از همه مخلوقی که به شما نزدیکترین و مخلوقی که حق عظیم دارد این پدر و مادر است. علل خصوص مادر. خیلی که در حدیث ثابت است، پیامبر صلی الله علیه و سلم را وقتی که پرسیده شدند که یا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتی، یا رسول الله از همه آدمی که سزاوار معامله نیک، سزاوار همصحبتی من است کی است؟ گفتن مادرت. یعنی از همه سخنهای نیک من، از همه معامله های نیک را، از همه نشست های زیبا را همراهی کی کنم یا رسول الله؟ کی سزاوارترین آدم هست که حال بسیار برادرها، بسیاری از مسلمان ها از همه وقت خوب را و سخنهای خوب را با همراهی بعضی یار و رفیقانشان میگذرانند. به قول بعضی زنها که شوهر من میگه در کوچه بسیار آدم خوب است، یعنی در نزد یار و دوستانش. حتی بعضی زنها دخترای هم نوشتن که پدری ما در کوچه آدمی با آبرو است، بسیار آدم خوب است، مردم حرمت میکند، حتی پیش نماز هم میکند در بین خودش. لیکن در خانه بدترین آدم است. یعنی تمام صحبت زیبای خود را برای دوستانشان تقدیم میکنند، اما برای مادر یا برای همسر یا برای دیگر نزدیکانشان نه. برای بیگانه ها معامله خوب، برای نزدیک ها معامله بد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسیده شدند که این صحبت زیبا را با کی گذرانم، از همه بهترین هم صحبتی من باید کی باشد؟ گفتند که مادرت. قلت ثم من، اون صحابه گفت که یا رسول الله سپس کیست بعد مادرم؟ گفتن که ثم امک، سپس مادرت. قلت ثم من، گفتن که سپس کی؟ گفتن که ثم امک، سپس باز مادرت. 3 مراتبه. و در مراتبه چهارم گفتن که ثم ابوک، سپس پدرت. یعنی حقوق مادر 3 مراتبه از حقوق پدر بالا هست. لیکن اگر در یک مجلس هم پدرتان و هم مادرتان نشسته باشند، در این مجلس تعظیم و حرمت و احترام شما به پدرتان نسبت به مادرتان بزرگ باید باشد، چون که اون کس سید مجلس هستند. اون کس بالای مادر شما حق دارد. مادر شما اطاعت کننده پدرتان است. در این مجلس حقوق پدر بهتر است. لیکن در عموم و در تنهایی و در عموم حق مادر از پدر بلند است و این چنین عاق شدن به مادر گناهش عظیمتر است از عاق شدن به پدر. نسأل الله السلامت و العافیه. و این دو گناهی کلان است. در بین گناههای کبیره وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الا انبئکم باکبر الکبائر، باره گفتن که من شما را از بزرگترین گناه ها آگاه نکنم؟ ببینید، من آیا شما را از کبیرترین کبیره ها، عظیمترین گناه ها آگاه نکنم؟ گفتن که بله یا رسول الله. گفتن که الشرک بالله، شرک آوردن به الله تعالی. بعد دویمینش گفتن که عقوق الوالدین، عاق شدن به پدر و مادر. گفتن ببینید، در بیان گناه های کبیره عاق شدن به پدر و مادر را همسایه شرک آوردن و در امر و در عملهای بهترین به حق الله تعالی و حق پدر و مادر را همسایه ذکر کردن. نماز حق الله تعالی است، محض 100% حق الله تعالی است. نیکی کردن به پدر و مادر این حق مخلوق است و در بین مخلوقات مخصوص ترین خلق، از همه خلقی که به شما علاقه زیچ دارد، این پدر و مادر شما هست. بر الوالدین، نیکی کردن به پدر و مادر.